در کنار بنده جناب آقای عصفوری تشریف آوردن. سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خونه آفتابی. به نام خدایی که همه آرامش ها از آن اوست، خدایی که لحظه لحظه به او محتاجتر می شویم و او به ما مشتاقتر. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و عوامل خوب برنامه خانه آفتابی. خیلی خوشحالم از اینکه در جمع پر انرژی و خوب برنامه خونه آفتابی هستم. متشکرم. باعث افتخار من و همکارانم هست که شما تشریف آوردید. جناب آقای عصفوری، میخوایم در مورد خانواده سالم و موفق صحبت کنیم. یک خانواده سالم و موفق باید چه ویژگی هایی رو داشته باشه؟ خیلی موضوع کاربردی و قشنگیه موضوع خانواده سالم. خب تو این 10 دقیقه میخوام یک مورد خیلی کاربردی و مفید برای بینندگان عزیز شرح بدم که انشالله مفید باشه و بتونن استفاده بکنن. انشالله. طبق مطالعاتی که انجام شد و حالا تجربیات کلینیکی و مشاوره‌ای بنده، مشاهده کردم خانواده سالم و خوشبخت یک شاکلید اصلی دارن به نام مسئولیت پذیری. بله. خانواده‌های آسیب دیده و خانواده‌هایی که بحران زده هستن، اونها این آیتم مسئولیت پذیری در اونها وجود نداشت. اما این مسئولیت پذیری چیه؟ وقتی هر کدوم از اعضای خانواده در جایگاه خودشون بدرخشن و وجود داشته باشن، یعنی مسئولیت پذیری در خانواده هست و خانواده خوشبختم. پدر گرامی، شما فقط مسئول پر کردن معده نیستی. این تفکر اشتباهه. میگه من داره پول میارم، من داره کار میکنم. تو فقط مسئول پر کردن معده خانواده نیستی. بالاتر معده قلب و عقل هست. برای اینها چیکار کردی؟ و قلب و دل خانواده رو چیکار کردی؟ فقط پول نیست که اینجوری میشی آوربانک. بله، آسایش رو نبایستی فقط فراهم کنیم. آره، فقط تک‌بعدی نشیم. پس مسئولیت عاطفی و فکری چی میشه؟ و همینطور خانم تو فقط خونه‌دار نیستی یا فقط شاغل نیستی. بعدهای دیگر خانواده رو که مسئولیت ها رو شامل میشه چیکار کردی؟ بله. خب حالا این سوال مطرح میشه برای خانواده ها. آقای روانشناس که داره قشنگ حرف میزنی، شعر میگی، شعرهای مختلف، کلمات قشنگ صحبت میکنی، راهکار به من بده. راهکار چیه؟ بله. امروز میخوام راهکار رو بگم، خیالتون راحت. راهکار اینه که ما مسئولیت پذیری ها رو یاد بگیریم. 4 تا مسئولیت پذیری که حاصل مطالعات بالینی و مطالعات خانواده است رو امروز میخوام به خانواده ها و بیننده ها بگم که پدر در قبال مادر و حتی بچه ها این مسئولیت ها رو داشته باشه. متقابله، هم مادر هم پدر و هم اعضای خانواده نسبت به هم این مسئولیت پذیری رو دارن. بله. اولین آیتم مسئولیت پذیری عاطفیه. یعنی پدر، تو در قبال محبت کردن و ایجاد لحظاتی خوش در خانواده مسئولی. درسته داره کار میکنی و یه خدا قوت بهت میگم، اما وقتی میای خونه همون نیم ساعت 1 ساعت هم که هستی برای خانواده باید باشی و لحظات خوش ایجاد بکنی کنار خانواده. یک کلماتی من دارم، حالا کلماتی خیلی قشنگن، به اون پدر میگم خسته مهربان باشیم. میگه من از سر کار اومدم تا ساعت 3-4 کار کردم و خستم. میگم خسته، میتونی خسته مهربان باشی. بله. اگر بیماری، بیمار مهربان باشیم، میتونیم مهربان باشیم. بنابراین باید پدر و یا مادر یاد بگیره من چگونه رابطه عاطفی خوبی ایجاد بکنم
حال خوشی رو برای همسرم ایجاد بکنم. اصلا چه تفاهم عاطفی در خانواده است، لحظات خوشی رو ایجاد بکنم و همسر من چطور میتونم محبت بهش بکنم، چطور میتونم حس خوبی رو در اون ایجاد بکنم. این میشه مسئولیت پذیری عاطفی. اما مسئولیت پذیری بعدی چیه؟ مسئولیت پذیری فکری. یعنی مادر و پدر، شما در قبال فکر کردن و فکرهای همسر و بچه ها مسئولی. اینکه الان چه حس و حالی داره، به چی داره فکر میکنه، دیدگاه فکریش چیه. یه لحظاتی همسر و کنار هم بشینن و بگن خب بشینم پای صحبتات، نظر در مورد این زندگی چیه، نظر در مورد کل این روابط ما چیه. این میشه مسئولیت پذیری فکری. پس دو تا حالا گفتیم، مسئولیت عاطفی و فکری. احسن و درود بر شما. مسئولیت پذیری سوم چیه؟ اقتصادی. همینطور اینو فکر کنم خوب بلدن همه ما و حالا بیننده. اما مسئولیت پذیری اقتصادی یعنی اینکه به یک جمع‌بندی کلی برسیم. گاهی اوقات میبینیم در خانواده هر کسی سمت خودش میره و هیچ برنامه ریزی و پایه‌گذاری اقتصادی نیست اون خانواده. کشتی شکستگان را هر باد ناخدایی است. وقتی مسئولیت پذیری اقتصادی باشه، زن شوهر و بچه ها درک میکنن نیازهای من چیه، نیازهای طرف مقابل، و این لازمه گفتگو، یعنی بشینن با هم صحبت بکنن نیاز من چیه، نیاز طرف مقابل چیه، به یک جمع‌بندی برسن. گاهی اوقات میبینیم زنه یک جور خرج میکنه، مرده یک جور خرج میکنه و هیچ ثباتی در اون خانواده نیست. بشینن با هم صحبت و گفتگو کنن اینکه مسئولیت پذیری اقتصادی ما به یک ثبات رسیده یا خیر. اما آیتم آخر، آیتم غریزیه. یعنی اعضای خانواده، زن و هم شوهر، به نسبت به هم احساس مسئولیت غریزی دارند. یعنی بهترین وقتها، قشنگترین وقتها و لحظات عاشقانه رو باید برای هم داشته باشم، نه اینکه وقتهای تلف شده و وقتهای مرده برای هم بذاریم. این لحظات مدیریت شده و زیبا شده باشن. شاید به عنوان یک روانشناس 80% مشکلات تو این زمینه هست که وقت گذاشته نمیشه. پس این 4 تا مسئولیت پذیری که خیلی مهمه و دل پرونده های مشاوره‌ای و روانشناسی در اومده: 1. مسئولیت پذیری عاطفی، فکری، مسئولیت پذیری اقتصادی و غریزی. یک خانواده شاد این مسئولیت پذیری اعضا نسبت به هم دارن. اگر وقت هست من کاملش بکنم. نه متاسفانه خیلی زمان نداریم. 1 دقیقه رو وقت داریم؟ نه متاسفانه بله زمان نداریم. عذرخواهی میکنم از شما. متشکرم از حضورتون در برنامه خونه آفتابی. درود بر شما جناب آقای اصوری. انشالله که شما هم در کنار جمع صمیمی خانواده لحظه های خوب و خوش رو سپری بکنید. از شما خداحافظی میکنم. من شما متشکرم. خدا نگهدار.